من علی نظر خوشنود خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه رقم 7 ناحیه روشان می باشم. طول 3 سال است که در مکتب موسیقی به نام نرگس بندیشاه و تحصیل می کنم. از خردی به صنعت شوق و رغبت داشتم. در آینده می خواهم صنعتکار شوم. من علی نظرف خوشنود خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه رقم 7 ناحیه روشان می باشم. طول 3 سال است که در مکتب صنعت به نام نرگس بندیشاه و تحصیل می کنم. در آینده می خواهم صنعتکار شوم. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاودانه ها، ای میهنم ترانه ای دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، به پیش به پیش همیشه به پیش، به پیش به پیش همیشه به پیش، به پیش به پیش همیشه به پیش. من شنبه خوشدل خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 می باشم. من از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد داشتم. من می خواهم که در آزمون پروین اشتراک کنم و سزاوار جای اول گردم.
شنبه و خوشدل خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 نوای شغنان در مکتب صنعت رقم 2 میخوانم. خلق عزیز من سلامت باشی، پرورده ناموس شرافت باشی، از جان گفتم سرود ملی تو را تاجور بم باشی، ملت باشی. من خدابخش وستورا خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر خاروق به نام سیف الله عبداللهیو میخوانم. من طول 1 سال شد که در مکتب صنعت در شهر خاروق تحصیل میکنم. من از خردی به سرودخوانی شفق و رغبت زیاد داشتم. من میخواهم در آینده سرآینده خوب شوم. خدابخش وستورا خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر خاروق به نام سیف الله عبداللهیو تحصیل میکنم.
چراغ و ارجون بالاست تاجیکستان در زیر چرخی گردون یک تاست تاجیکستان چون جانی تازه در خون ما راست تاجیکستان در زیر چرخی گردون یک تاست تاجیکستان چون جانی تازه در خون ما راست تاجیکستان در زیر چرخی گردون یک تاست تاجیکستان در هر کناری اوام یک بارانون توانیوخ ندبود ولیک بیغم دیگر چون این جهانیوخ ندبود ولیک بیغم دیگر چون این جهانیوخ از چراغ و چون بالاست تاجیکستان در زیر چرخی گردون یک تاست تاجیکستان اما به زیر گردون یک تاست تاجیکستان ما بین جنگل افزون تنهاست تاجیکستان ما بین جنگل افزون بالاست تاجیکستان یک تاست تاجیکستان اول میگم خوش آمدید در این تالار زیبا شما خوشبخت هستید که از تئاتر بر هوا شما را تبریک میگم که بار اول شما اولین هنرمندانی که آینده بدخشان تاجیکستان شما را تبریک میگم در اینجا آمدید از لحاظ دوم که هر سه شما برای من بسیار خوش آمدید ستاره جان انشالله که دویم امان قلوب میشید یعنی که از او بیشتر میره تبریک میگم شما را نظرف خوشنود جان خیلی با پیشه برایتان بهترین خوانده تمام بگم که وجودتا ما احساس کرده آهنگ احساس فناگرام یعنی که فقط در زبان روسی که مینوسی بسیار مشکل است شما بسیار تازه نوت یک تا به یک تا همه خوش دیم از خودم بچه جان خوش دل جان آفرین چیزهای وطنی ما را چیزی بدخشان کولا بسیار همه در رپ بسیار خوب تبریک میگم به شما که بار اول شما را که در اولین نفرایی که شما در پروین در بدخشان در تالار دیگه یک بار تبریک خوش آمدید ولی من میخوام که از خوشنود جان شما به آهنگ قطعی فقط به موسیقی یگان چه زمزمه کنید ای وطن خاکی تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم ای وطن خاکی تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم هر قدر نام تو را میخوانم لحظه از تو اگر دور شوم به تو من خسته و رنجور شوم لحظه از تو اگر دور شوم به تو من خسته و رنجور شوم ای وطن خاک تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم ای وطن خاک تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم ای وطن فخر کنم نام تو را پرچم دولتی سامان تو را ای وطن فخر کنم نام تو را پرچم دولتی سامان تو را
ای وطن خاک تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم ای وطن خاک تو بر چشمانم هر قدر نام تو را میخوانم هر قدر نام تو را میخوانم هر قدر نام تو را میخوانم تشکر جان شیرین بسیار با ایس یک هنرمند آوازخوان نیکی تازه خواندی تشکر سلامت باشی تشکر زیاد من میخواستم یک دو سخن اضافه کنم هدفی برگزار این آزمون هدف و منظرت خود دارد یعنی منظرت هدف اساسی که دریافت نمودن گنجینه های نایافت روی صحنه آورده استعداد و مهارتشان چین کرده به سطح جمهوری روخت بگن نه به همین خاطر هیئت یکمان ناحیوی شما را به دسته هیئت یکمان ولایتی پیشبری کردند امروز شما در ولایت اشتراک می‌کنید بعد از نام هیئت یکمان ولایتی به سطح جمهوری روخت میگیرید به همین خاطر شما که آوازخوان هستید از شما طلب اساسی در چی باید باشد که شما باید آواز خود را نگه داشتن بتونید انا مقصد اساسی یعنی تفاوت بین شما باشد فرقیت ما بدانیم که از همین سه نفر کی بهتر و کی خوبتر انا به همین خاطر شما استعداد خدا با نشان بدید انا حاضر برادر ما خوشدل جان خوشنود مهارت خودش شده من التماس میکردم که از ستاره جان شما آزادانه یگان سرود میخواندید سرودی که به شما پسند است اختیار شما سرودی میسر دل مرحمت ای بلبلی چمن بابا دخشان خوش آمدی ای اندلیب روزن رزوان خوش آمدی رویت چو آفتاب قدت هم چو سرو بام ای آفتاب رفشن و رخشان خوش آمدی بابا دخشان خوش آمدی سلامت باشید این سرود کی میخواند سرودی میسر دلدار میسر دلدار میخواند دختر جون میسر دلدار یگانه شخصی است که ما باید مکتب اپای میسر دلدار و ادامه بدیم هنرمند سطح جمهوری در جهان اپای میسر دلدار و میشناسند این اوله است که پر از مهر و محبت به صحنه دارند از خود اپای میسر دلدار و سر کرده امکی باور خسرو و پسر عزیزشان امید جان که سرکار کردن همین تئاتر است و زوجه‌اش هم هنرمند همین تئاتر است و شیرینک یک خردک پسر که دارند که دائم در همین تئاتر است انا این معنای آن دارد که از همین تئاتر آنها غذا میگیرند غذا به همین خاطر که شما حاضر سرود اپای میسر دلدار خودید من باوری دارم که حاضر میسر دلدار از خوشحالی مینالد که مکتب من گم نشده است سلامت باشید تشکر زیاد به شما را سلامت باشید برادر عزیزم خوشدل انا بیا برادر ما دیدیم که برآمد کردی در تمام شورابیران سطح ولایتی برآمد میکنی انا اوضاع خودت نشان دهی که یک آزادانه به آهنگ که ما شنویم که تو چی درجه هنر داری وطن سرشت من بقا و سرنوشت من وطن سرشت من بقا و سرنوشت من زمین و زرد و اشت من بهشت من سلامت باشید انا خوشدل جان تمام استی خود را با فرهنگ تقدیم کرده است رای سفید برادر سلامت باش تشکر زیاد بارسی شما برای هنر
خوشحال شدیم در عرفه با میگم که 29 سالگرد استقلال تاجیکستان عزیزمون یک بار تبریک میکنیم. خوش آمدید. از آیت کمون اترمنا خوش میکی با گذار گذارید نوبتی علی نظرف خوشنود نماینده نوعی روشون مرامت. فرزندای مهربان ما در اینجا چی است که باگذاری ما میتونیم به حیث حکمان یعنی که جوری میگیم این هم سر صورت شما را میبینیم هم مسئله در اینجا میگه فالش خواندن سخنه چی خیلی تلفظ کردن در اینجا از ما را در اینجا آوردن که به حیث حکمان یعنی که در اینجا ما بفهمیم چی شما از ما خفه نشید چیزی که ما میدیم نه که زیادی نه به حیث SMS تمام 1000 نفر 2000 100,000 نفر برای شما SMS از ما خفه نشه از طرزی که ما از وجود خودم که زیب صحنه از دختری ما برای مستعار فرزند ما که تلفظاش بسیار خوب بودن برای همین یک بار تبریک شما. نفر دوم بیا ستاره جان. خوشدل جان بسیار آواز خوب داره بسیار آزاد میخوانی از طرف ما انشالله بخیر یک چی میشه. خوشدل جان. من خیلی خوشحال هستم که در این آزمون خورهای برند را گرفتم و کوشش کنم باز در دور سوم هم اشتراک کنم و مهارت خوب را نشان دهم. من محمد نبی و نوروزما خواننده صنف 11 مکتب رقم 23 نایه شغنان می باشم. طول 5 سال است که من در مکتب صنعتی رقم 2 نایه شغنان در ساز سیتار را آموخته ایستاده ام و امروز من در آزمون پروین اشتراک کرده در نامیناسیون نوازندگی اشتراک می کنم و آهنگ خلقی گر نمیدانی بدان را پیشکش شمایان می گردانم و من می خواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. محمد نبی و نوروزما خواننده صنف 11 مکتب رقم 23 نایه شغنان در نامیناسیون نوازندگی اشتراک می کنم. اینچنین من در مکتب صنعتی رقم 2 نایه شغنان تحصیل می کنم.
من مبارکه و اینا را خواننده صنف نهم مکتب رقم 23 ناحیه شغنان تحصیل میکنم. امروز در آزمون پروین در نامیناسیون نوازندگی اشتراک میکنم. در طول 5 سال است که در مکتب صنعت رقم 2 با اسباب ستار در این آزمون اشتراک کرده آهنگ مشهور نسیم شغنان را پیشکش شما میگردانم. مبارک قدم و ایناره خواننده صنف نهم مکتب رقم 23 و اینچنین در مکتب صنعت نام 2 ناحیه شغنان اشتراک کرده در نامیناسیون نوازندگی برای شما پیشکش می نمایم. من نیوز محمدوف نظرشو خواننده صنف 6 مکتب صنعت به نام امونبک شاهزاده نوای شغنو در نامیناسیون نوازندگی اشتراک می نمایم.
از سیتورچیان خواهش کرده میشد که یک اثر دیگر را یا دو کسه یا یک کسه بنوازید. سلامت باشید. نوروز ماه سلامت باشید. تشکر زیاد. اینورا مرحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. شما پیش از صحنه برآمدن باید در فکر می‌بودید که اسباب در دست چخیر میگیرند. یعنی مناسبت شما نسبت اسباب، نوازندگی شما وابستگی دارد به دست گرفتن اسباب. از خود دست راست سر کرده دست چپ، چلیک همشه بینابت باید بگیرید. به همین خاطر مهارت شما را آزرما چنگ کردن میتونیم از خود آنی که شما اسباب در دست گرفتید. چونکه ما را آزر تمام جمهوری تماشا میکند. آدمان سطح بلند کسبی که متخصصان سطح کسبی آزر شما را دیده بعد به بهاگذاری ما بها میتیم که فهمی شما نسبت اسباب تا چی درجه است. با همین خاطر فکر شخصی من شما بسیارتر برای اثر نواختن به دست گرفتن اسباب و شیشتن اسباب قطعی بسیارتر کار کنید. نواختن شما به همین وابستگی زیاد بود. سلامت باشید. نوبت برادر ما نیازنامدوف نظرشاه. در دست شما چه اسباب دارید؟ رباب قوشقری. این رباب قوشقری در تاجیکستان بسیار مشهور است. معلمه شما، آموزگار شما گلبهار سنکبرова شاگردی استادان تاجیکستان، مهارت استعداد نوازگان تاجیکستان استاد پروفسور جوراخان عابدپور میباشند. و همین خاطر حاضر پروفسور جوراخان عابدپور میبیند که شاگردی وای چخیره شاگرد تیار کرده است. همین گپا شما هم دخلیه. یعنی اسباب گرفتن در دست نوازندگی شما وابستگی یعنی با گرفتن دست شما اسباب وابستگی دارد. با همین خاطر همین مسئله قطعی دقت جدی کنید. مرحمت نظرشون نیازنامدوف چی دارد یکون اثر دیگر؟ آزادانه خلقی باشد یکون مخالف باشد. مرحمت خلقی. سلامت باشه. تشکر زیاد. یک پیشگویی دارم دیجا با این سیتار نوازا. این سیتار نوازه معمول در بدخشان مردانی که شما از مردان گذشته ایستاد. انشالله که یک چی که از دخترکای عزیز من شما آینده تاجیکستان بدخشان هستید که همه سنت سیتار نوازه شما از اولاد مبارک قدم‌ها هستی که تا امروز هم که هستند در از سطح پروفسیونالی این امروز در شهر دوشنبه در تمام بگیم که آزمون‌ها و در تمام معرکه‌های سیاسی برآمد میکند که جان اما که شما افتخار ما است. از شما ما باعث یک هنرمند از شما که شما دو نفره کاری کنید که اثرهای دوگانگی یعنی دویت هم چیز در چیز سرای پروفسیونالی باشد هم خلقی باشد. از شما بسیار شما گفته استاد سبزالی که همین سیتار را به دست بسیار خوشو گرفتی. سیتار اینجوری به مثل رباب نواختن همین سیتار باید اینجور باشد. برای شما موفقیت انشالله که باگذاری میشد. نوبتی محمد نبی و نوروز ما.
نیوزمامدوف نظرشو. مرحمت نوبتی مبارک خدم و اینورا. نازنین سوخت دل و جان من صرف قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من صرف قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من در شب تاریک من راه خرد کرده بود در شب تاریک من راه خرد کرده بود شوله بن مازلت ماه شبستان من ماه شبستان من شوله بن مازلت ماه شبستان من ماه شبستان من گلشن امید من فصل بهاران کجاست گلشن امید من فصل بهاران کجاست هست به افغان شور بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من ماه روی نازنین سوخت دل و جان من صرف قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من شغلی بیچاره بین عاشق شیدای توست شغلی بیچاره بین عاشق شیدای توست عاقبت از این امید در خطر این جان من در خطر این جان من ماه روی نازنین سوخت دل و جان من سر قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من سر قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من سر قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من سر قدم عجبین بلبلی خوشخان من بلبلی خوشخان من سر قدم عجبین من محمد عزیزова مهرانگیز طالبه صنف 5 مکتب میانه رقم 2 به نام دولت علی شبدولوف من از سن خردسالیم آرزوی رقص کردن داشتم و در همین 6 سالگیم مادر کلانم مرا به مکتب صنعت شهر خاروخ داخل نموده تا همین وقت من در این مکتب تحصیل دارم. منتداری خودم را به معلمه عزیزم گلیاز و صوفیه بیان می نمایم. من خیلی شادم که در کنکورس پروین اشتراک می نمایم.
محمد عزیز و مرنگیز، طالبه صنف 5 میانه رقم 2 به نام دولت علی شبدالوف. من در نمینات رقص اشتراک می نمایم.
پروین اسرار خواننده صنف 3 مکتب رقم 7 شهر خاروخ در نمینات رقص اشتراک میکنم. من میرزا عزیز و شکرانه خواننده صنف 7 لیسه آقاخانی شهر خاروخ در نمینات رقص اشتراک می نمایم. اطلس ببری دل بری تاجک عجب است عجب است
شاخینی حال نو بهاری طرب است عجب است با تاقی زردوزی و گیسوی دراز با تاقی زردوزی و گیسوی دراز خورشید درخشنده و مهتاب شب است عجب است خورشید درخشنده و مهتاب شب است عجب است وای عجب است عجب است با شامی سیپ دورنگی زیبای چکم گلریز بود وجب وجب خاکی وطن با پرپری گردن و گلی ناز یخنه قیمت ببرند ز گلستانی چمن قیمت ببرند ز گلستانی چمن نقشی نگینی علاچه اجاز هنر افزوده به دلبری عجم حسن دیگر بانوی بدخشانی و آرای برش بانوی بدخشانی و آرای برش چون کوی سفید بخت آید به نظر چون کوی سفید بخت آید به نظر افزوده به دلبری عجم حسنی دیگره در چمنیستانی وطن بزمی گل افشان در چمنیستانی وطن بزمی گل افشان کرده اطلس ببر شاد و غزل خوان کرده اطلس ببر شاد و غزل خوان با مهر جان نموده اندر دل و جان با مهر جان نموده اندر دل و جان عشق و محبت تو ای تاجیکستان عشق و محبت تو ای تاجیکستان ای تاجیکستان جان تاجیکستان من یک پیشنهاد دارم از استادتون صوفیا جان یک پیشنهاد دارم به همین دو دخترک به انگلینا و میرنگیز جان یک رقص دو کسه را میمانده خیلی هم خوب میشد یک رقص دوگانه یا یک رقص دو کسه را خیلی خوب میشد دخترم آفرین آفرین هر سیتون آفرین با همین جرأتتون با همین خوشوییتون در این صحنه با حشمت در این تئاتر زیبایمون برآمد کرده شما را تبریک میکنم.
از آیت کمون احترامون خوش کرده میشد که با رقص نگاران به گذاری کنید. مرحمت نوبتی محمد عزیز و مهرانگیز. مرحمت نوبتی انگلینای اسرار شهر خوروغ. مرحمت نوبت میرزا عزیز و شکرانه شهر خوروغ. عزیز و شکرانه خواننده صنف افتلیتسه آقاخانی شهر خوروغ می باشم. امروز من در آزمون پروین اشتراک نمودم، هنر خود را سنجیدم از جاده رقص. آزمون خیلی شفاف گذشت، خیلی خوب. تصورات ما خیلی خوب است. به فکر من به آزمون دیگری پروین هم گذاشتم با یاری شما، با اسمس پیام های شما. به فکر من هنر خود را خوب نشان دادم. پروین دنیا با هم شود رنگین، مایم سازی وطن روشن و مثلی پروین دنیا با هم شود رنگین، مایم سازی وطن روشن و مثلی پروین. شود رنگین مایم دستازی وطن روشن و مثلی پروین. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشور وطن، ترانه خوانی ما، وطن
شود رنگین مویم مویم دست سازی وطن روشن با میسوی